سلام خدمت شما بینندگان عزیز، شما را خوش آمدید میگم به اولین ویدیو از چینل یوتیوب. در این ویدیو میخوایم که خدا برای شما معرفی کنم و همچنان از زندگی شخصی خود برای شما کم معلومات بدم. مجد رحیمی هستم از ولایت کابل و همچنان فعلا در ایران زندگی میکنم. میخوایم که از زندگی شخصی خود در این ویدیو کمی بر شما معلومات بدم و اولین معمایی را که میخوایم قبل از همه چیز حل بسازم این است که نسبت به بعضی از محدودیت ها فعلا نمیتونم چیزی بر شما نشان بدم که انشالله در آینده های بسیار نزدیک حل میشه. ما مدت 3 سال میشه که زندگی مشترک ما شروع کردیم و ازدواج کردیم و همچنان ثمره زندگیم یک دخترک میباشه و میخوایم که از طریق از این کانال و شما در مورد زندگی روزمره خود، در مورد جاهای دیدنی، در مورد موضوعات گوناگون و متنوع از ویدیو بگیرم و همچنان شما را از جای مقبول و دیدنی مطلع بسازم. عزیز چینل ما را سابسکرایب کنین، کامنت های پوزیتیو بذارین، لایک کنین. این به من بسیار انرژی میده که من بتونم با انرژی خوب در آینده مثلا جایی که میرم، ویدیوهایی که میگیرم پر انرژی باشه، بتونم که شما دوستان عزیزم سرگرم برنامه‌های خوب خود بسازم. فعلا در این برنامه خواستم که یک معرفی از خود داشته باشم و شما را به الله یکتا و مهربان میسپارم تا برنامه بعدی. الله یار و